نشانه مدیر ناامن: 1. مدیریت ذره‌بینی و عدم تفویض اختیار. رفتارش مثل یک پلیسیه که فقط نظارت میکنه و تمام تلاش پرسنل خودشو زیر سوال میبره. 2. انتقاد نمیپذیره. وقتی پرسنل با نظرش مخالفت کنن یا نقطه ضعفش رو اعلام کنن، واکنش خیلی شدیدی از خودش نشون میده. 3. مدیریت از طریق ترس. به جای ایجاد فضای امن و قابل رشد، از طریق ترس و تهدید سعی میکنه که کنترل کردن پرسنل رو حفظ کنه. 4. مقاومت در برابر تغییر. با اصرار بر اشتباهات و روش‌های قدیمی به دنبال نتایج جدید است. 5. احساس ترس از پیشرفت پرسنل. به جای سرمایه گذاری روی شایستگی ها و توانمندی های پرسنل، موفقیت اونها رو کوچیک نشون میده و حاضر نیست که روی پرسنل خودش سرمایه گذاری کنه. 6. مدیریت از طریق تفرقه اندازی. به جای تقویت همکاری پرسنل، هر اختلاف کوچیکی که به وجود بیاد انقدر بزرگ میکنه تا از طریق اون برای خودش خبرچین و جاسوس پرورش بده.